سلام به ولاگ روز دوم کلمبیا شهر بوگوتا خوش اومدید. الان داریم میریم صبحونه بخوریم. میخوایم از این استریت فوداشون هم امتحان کنیم، غذای کرکسیفی، و بعدش هم بریم دندون پزشکی وقت دارم برای کار ایمپلنت هم. بعدم از اونجا ببینیم چیکار می‌کنیم دیگه. خلاصه همراهمون باشید. اینجا اومدیم دیدیم که یه سری آدم وایسادن، یه دکه داره تخم مرغ هم داره و چیز میفروشه. گفتیم بیایم ببینیم این چیه. خب اینجا این مرغه، این گوشت قرمزه، اونم تخم مرغه. سوسیس هم که اونجا داره. این تو این نوناش لاشو وا میکنه، هرچی میخوای میذاره. چقدر گفتونه؟ 6,000 upward. 6,000 تا به بالا. 6,000 تا میشه یعنی $3 به بالا. With the beef and eggs and cheese, how much? 10,000. Yes. میگه با بیف و تخم مرغ و چیز میشه 10,000 تا، میشه یعنی $5. Bien. 10,000. With the eggs, cheese, 6,000. اوکی. با تخم مرغ و چیز 6,000 تا میشه $3. با چیکن و تخم مرغ و چیز 10,000 تا میشه $5. اون یکی هم بود با بیف چقدر بود؟ 10 تا، اونم 10 تا. $5. $5 با تخم مرغ و چیز $3. من میخوام با تخم مرغ و چیز بگیرم. خب ما یه دونه با سس مکزیکی تخم مرغ گرفتیم، یه دونه با تخم مرغ و پنیر. این نوناشه، داره لاشو وا میکنه. قابلمه ها نشسته است، همه رو هم هرچی رو قبلی درست کرده بعدی رو میذاره رو همونا دیگه. آب ندارن دیگه، چیکار کنن؟ این هم فکرم روغن کره ای چیزی داره بریزه. مثل اینکه هات چاکلت هم دارن، داریم هات چاکلت هم ازشون میگیریم. All is 21,000. Yes. همینه بگی کل اینا شد 21,000 تا، میشه یعنی $11. میریم که این تخم مرغ و پنیرش رو امتحان کنیم. نونش همون نون ذرت است که دیروز هم خوردیم ما. خود انگار توش نه مزه ذرتش انگار مزه لوبیا هم میده. خیلی جالبه، خیلی خوشمزه است اکچولی. ولی فکر کنم تخم مرغش به جز تخم مرغ یه چیزای دیگه هم داره، مثل فلفل قرمز داره. خوشمزه است. معمولیه. تجربه بود که استریت فود رو امتحان کنیم دیگه. این هم هات چاکلتش. دیروزیه بهتر بود، اینو حالا بد نیست، اوکیه. خوبی اینجا اینه که زیادی شیرین نیست. من اینو دوست دارم که زیادی شیرین نیست، ولی یکم بعدش بکنیمش کمه، دوستش یکم غلیظ‌تر میشه. ولی به عنوان یه استریت فود به نظرم من راضیم. آقا زلزله اومد دیروز که نه، امروز صبح در است. من فقط صدای آژیر شنیدم، همش هم تو ذهن خودم توی خواب هی میگفتم چقدر سر و صدا زیاده. صبح که پا شدم همسرم اینجوری بود که فهمیدی صبح زلزله اومد؟ گفتم زلزله؟ گفت ببین انقدر تخت تکون خورد. من از تکونای تخت بیدار شدم، برگشتم دیدم تو چی کار میکنی تخت انقدر تکون میخوره؟ من تو خوابی فهمیدم زلزله داره میاد. و فکرشو بکن، زلزله چه میدونم. گفتم اینم بهتون بگم. خلاصه ما اومدیم کلمبیا زلزله اومد. بریم به دندون پزشکیمون برسیم. اومدیم بریم تو راه یه همچون دکه‌ای دیدیم، نمیدونم این چیه.
Hola. What is this? What is it? Cheese. Ice cream? Ensalada de frutas. Buen moment. Dame uno. نمیدونم انگلیسی داریم سعی می‌کنیم این چیه. توت فرنگی داره. نه این آلوه؟ Fruit salad. فروت؟ Fruit salad. آه فروت سالاد. آه thank you. فروت سالاد چه هیجان انگیز. Delicious. Thank you. Come back with me. We'll come back. Thank you. بونمک. اینجا من در توی بیکری شنید داشتیم راه میرفتیم دیدیمش گفتیم ببینیم شیرینی هاشون چه شکلیه. قیافه این کوچیکاش هیجان انگیزه. حالا شاید از دندونپزشکی برگشتیم بیایم بخوریم. بریم. Thank you. این واقعا نمیدونم شما این وایب رو میگیرین. برای من خیلی وایب تهران رو میده یا ایران. حالا من میگم تهران چون مثلا تهران زندگی کردم برای خیلی وایب ایران میده. خیابوناش اصلا رانندگیاش وای از رانندگیاش نگم. ببین انقدر خطرناک رانندگی میکنن قشنگ انگار داری تو ایران رانندگی میکنی. یعنی وقتی میخوای از خیابون رد شی به عنوان یه پیاده خیلی باید مواظب باشی بهت نزنن چون اینا رعایت نمیکنن. اینجا مثل ایرانه پیاده ها باید مواظب باشن نه سواره ها موقع که خیابون میخوای رد شی. رسیدیم به دندونپزشکی اینجاست. بریم تو ببینیم چه خبره. تمیز باشه کاری ندارم ولی انقدر تمیز و شیکه اینجا. اینجوری هم که یه چیزی هست مردم میدونن که میگن اینجا همه چیز خوبه دیگه. خیلی حس خوبی دارم الان اومدم اینجا. اولش یکم نگران بودم نکنه مثلا تمیز نباشه و اینا. ناخواسته از کلمبیا آدم ذهنیتش یه چیز دیگه است. البته که ذهنیت من تو از دیروز سالا یکم تغییر کرده. جاهای تمیز داره جای کرکسی هم داره مثل هر کشور دیگه ولی دندونپزشکیش اصلا قشنگ تمیزه. یه بخشی از اتاق انتظار دندونپزشکی. چی میشد دندونپزشکیات تورنتو هم این گونه بودن؟ من انتظار دندونپزشکی من خیلی اینجا خوشم اومده. فکر کنم قشنگ مشخصه. اینجا یکی از اتاقاشونه که کارهای دندونپزشکی رو انجام میدن. دارن تمیزکاری اینا میکنن. ما رو آوردن اینجا که بریم توی این اتاق عکس ایکس ری بگیرن و یه عکس کلی از دندون که گفت استپ شماره 1. اینجا اتاقی بود که ما الان ایکس ری اینا رو انجام دادیم. بعد اینجا هم احتمالا یکی از همین اتاقاشه که کارهای دندونپزشکی انجام میدن. الان دارن احتمالا تمیزکاری اینا میکنن. شاید ما رو همینجا بیارن. این آقا هم فکر کنم صاحب اینجاست. عکسش همه جا هست. خب کار دندونپزشکیم یه بخش اولش تموم شد. فردا باید برگردم که اسکن کنه بتونه
مثل حالت قالبه، با اسکن قالب میگیره که بده دندونم بسازن. تا 1.5 ساعت هم گفته هیچی نخورم ننوشم هیچی، یعنی حالا آب و اینه که نه. بعد از 1.5 ساعت هم گفتش که بستنی و چیزای خنک نوشیدنی خنک. کل امروزم فقط سوپ میتونم بخورم، یعنی برنامه هامون همه به هم ریخت. رستوران پیدا کرده بودم چیزای باحال، امروز نمیشه دیگه، تا اون رو میریم واسه فردا دیگه. امروز هم بیشتر به همون کار دندونپزشکی میگذره. شاید این ولاگ یه روزه نکنم، 2 روزه بکنم، چون که ساعت 4 هم دوباره برگردیم. همسرم وقت دندونپزشکی داره. خیلی کار هیجان انگیزی امروز اتفاق نخواهد افتاد، واسه همین این ولاگ رو شاید 2 روز سفر رو تو این ولاگ بذارم. حالا ببینیم چی میشه. خلاصه گفتم شما هم در جریان قرار بدم. الان داریم میریم برمیگردیم سمت خونه که هم قرص تاینلون برداریم که اگه من درد داشتم قرص بخورم، و بعد هم که دوباره برگردیم سمت هم دندونپزشکیه که ساعت 4 کار دندون همسرم انجام بدیم. فعلا بریم ببینیم دیگه امروز واسه ما چی داره. قشنگ انگار خیامولی اصله از یه تیکه اینجوری جنگ از درخت‌ها تو هم تنیده شدن. البته نمیدونم هنوز درخت‌های خیامولی هست وجود دارد یا نه. گفتم اینجا یک کافی شاپ خوان والدز مثل همون تیم هورتون ماست. این یکی دیگه شعبه هاشه. اینجا دارن کافیاشون رو روست میکنن. خیلی بزرگه شعبه است، طبقه بالا هم داره. اینجا انواع کافیاشونه، بکنم تستره شاید. اینجا که محصولات میفروشن. لباسش هم دارن. برند استنلی هم اومده با خوان والدز چیز زده، کلاب زده. اینجا بیکریشو دارن درست میکنن. اینجا هم دوباره یه قسمت دیگه است که میشینم. خیلی بزرگه ها. تازه یه سمت دیگه هم داره. دارم برمیگردم برم اون سمت. اینجا هم کافی و اینا سفارش میدی. ساندویچ ها اینا هم داره. ساندویچ ها خیلی پنیرم استفاده میکنن تو همه چیشون. ببین چند قسمت داره. رستوران بار هم داره، حتی طبقه دوم و سوم هم داره. جالب. یه فضای نشستن هم دوباره این برداره. کارمنداشون هم خیلی شیک و ترتمیزن. کلاً خیلی حال کردم با اینجا. ما الان اینجا یه دریپ کافی گرم سفارش دادیم. منتها اینجا گفت یعنی دریپ کافی یکی از کافی هایی که اینجا رو خیلی متفاوت با کافه های دیگه میکنن. نوعی که اینا
کافیشون رو برو میکنن انگار متفاوته. یه دونه کافی که گرفتیم شد 9900 پزوز، میشه فکر کنم $4.5 $5 اینطورا میشه. الان داره روش هم توضیح میده. اینا دونه قهوه رو همون موقعی که ما سفارش میدیم به اندازه‌ای که میخوان یک کاپ کافی رو درست کنن پودر میکنن که تازه باشه. خیلی جالب بود. بعد الان اون زیرم یه دونه وزنه داره وزن میکنه، یعنی اگه یه حدی بیشتر نمیریزن. آب میریزه، این هم یواش یواش میره این زیر. توی لیواناش هم آب گرم ریخت که لیوانش قبل از اینکه کافی رو بهش اضافه کنه گرم باشه، سرد نباشه. خیلی جالب بود. یه کافی سفارش دادیم، این دوتا به همون داد، یعنی به منم کافی داد. بعد من که خب چون در پزشکی بودم نمیتونم بخورم، ولی گوش که میتونم بخورم. توی خیلی خوبه. من از صبح کافی نخوردم و خیلی نسخ کافی هم همه روح و روان من تو اینه و نمیتونم بخورم. بخش که داغم اصلا نمیتونم. خنکی باز یه چیزی امتحانش میکردم. الان اومدیم یه کافه، ساعتی شد که من میتونم سوپ یا چیزای نوشیدنی خنک بخورم. اومدیم اینجا. من یه دونه سوپ سبزیجات سفارش دادم با یه دونه آیس کافی. همسرم هم اونو سفارش داده. قیافش هیجان انگیزه ولی خیلی جالبه. ما دیروز صبحونه و نهاری که خوردیم من فکر چقدر اینجا ارزونه، چقدر اینجا غذا ارزونه. الان همین دو سه قلم چیز شد $30. مثل تورنتوه. من اشتباه کردم، یعنی فکر می‌کردم ارزونه ولی ارزون نیست. دقیقاً حس قیمت ها انگار هم قیمتی که مثلا میری آروما یه سوپ میگیری، یه کافی میگیری، یه نمیدونم بول حالا هرچی میگیری همین قیمت ها میدی. اینجا هم همین قدر دادیم. حالا امیدوارم خوشمزه باشه. تا الان که غذاهاش دیساپوینت نکرده، همه چیز خوشمزه بود. حالا بریم ببینیم امروز چطوره. ما اینجا داریم غذا میخوریم. دندون پزشکیمون الان اونجاست. بذار من زومش کنم. این سبزه که اینجاست رو میبینیم بغلش یه ساختمون سفیده اونجاست. دلیلم که اومدیم اینجا همین بود دیگه. حالا قراره شب بریم، چون منم سوپ میتونم بخورم. اینجا یه غذا داره، یه سوپ مخصوص کلمبیاییه. یه رستوران معروفش رو پیدا کردیم، میخوایم بریم اونجا که امتحان کنیم غذایی که این همه در موردش تعریف میکنن و این کلمبیایی‌ها به خاطرش به خودشون میبالن چیه. آره الان نوبت به همسرم رسید. حالا اون داره کارهای دندونش انجام میده. 4 تا پر کردنی داره.
یه 2-3 تا دیگه هم فردا کار داره احتمالاً. حالا باید ببینیم چی میشه. خب الان ساعت 7 شبه. ما امروز کلاً دندونپزشکی بودیم. از ساعت 11 اومدیم تا ساعت 1:02 اینجا بودیم. الان هم ساعت 4 اومدیم، ساعت 7. الان داریم میریم یه شاپینگ مال پیدا کردیم. داریم میریم به سمت اونجا یکم بچرخیم توش، یه چیزی بخوریم دیگه. فکر کنم امروز خیلی خستیم. دوباره فردا ساعت 11:30 بعد بیایم دندونپزشکی. خلاصه این سفر ما این سفر کاملا ریلکسینگ و کارهای پزشکیه دیگه. فعلا برنامه مهیج‌تر از اینی نداریم. بریم به سمت این شاپینگ ماله. اینجا دارن فوتبال بازی میکنن. یه سریشون قشنگ پا برهنن. این دقیقاً چه برند ماشینیه من نمیدونم. اینم آرمشه. خیلی خوشگله ولی من ندیده بودم اینو تو تورنتو. الان داشتیم راه میرفتیم یادیم این سوپر واو نیلز اکسپریانس. اینجا رو نگاه، ساعت 7 خورده یه شبه. چقدر شلوغه. روز دوشنبه هنوزم آدم داره میره تو. این ماشینا من نمیدونم چیه، یا ما نمیشناسیم یا این برندا رو توی تورنتو نداریم. من ندیدم. اسمش چیه؟ اسپینگ؟ نمیدونم. اومدیم تو این شاپینگ مال یه برند دیدیم به اسم ولز. فکر کنم اگه تلفظش رو درست بگم خیلی برند باحالیه. خیلی استایل کابویی هم میکس توش داره. اینم خودم. هلو. این قسمت مردونشه. بوتام اینجا هوا چون خنکه بوت آوردن از الان. من از استایلش خوشم اومد ولی تا $100. تو تورنتو هم الان واقعا لباس گرونه. این هم با نمکه، مثل وستوریه. ما که خریدی نکردیم. من که این انگشتم توی لنزه. داریم میریم یه قسمت دیگه. شاپینگ مالم خوشگله. این ماشینه چه ماشین قدیمی خوشگلیه. این چیه برندش؟ طرح قدیمیشه ولی نه؟ خیلی خوشگله. 1967. الان این ماشین رو نگاه می‌کردیم یهو بیایم ببینین تو توضیحاتش چی دیدیم. زمانی که محمد رضا شاه اومده بوده اینجا دیدن کلمبیا، با این ماشین رفته بودن دنبالش، به استقبالش رو آورده بودنش حالا هر جا که می‌خواسته بره. اینم از افتخارات ما در زمانی که محمد رضا شاه شاه ایران بود. حالا افتخارات بعد از محمد رضا شاه چیه؟ هیچی. اگه شما افتخاراتی دارید بگید ما بدونیم. ما که ندیدیم. یه نشونه بدید ما ببینیم. جالبه. من تنها برند لاکچری که اینجا دیدم که میشناسم لویی ویتون بود. برند دیگه هم ندیدم. بریم ببینیم توش. اینجا قسمت عینکاشه. کیفا یه سری
No se puede grabar. Pardon me? No se puede grabar. English? No se puede grabar. خب داشتم فیلم برداری میکردم یهو یکی من به اسپانیایی گفت درن گفتم ها درن ها گفتش که گفتم اوکی ویت گوگل ترنسلیت هم در بردم بعدم تو اسپیکرش گفتم جانم یه چیزی گفت درن بعد دیدم که نو ریکوردینگ الاود اجازه نداشتم توش فیلم بگیرم ما یه بخششو واسه شما گرفتیم ولی از یه جایی استاپ هم کردن دیگه چیکار کنیم دیگه بریم حالا دور بچرخیم بقیه‌شو. جالبه اینجا برندایی که تورنتو هم میبینیم زیاد داره. برندای بین‌المللی هستن یه سری من میگم برندی که تورنتو می‌بینیم تا همه جای دنیا می‌بینیم یه سری برندا رو. مثلا اینجا سانگلاس ها هم داره. اینو انتظار هم فکر کنم سانگلاس ها روش رو بخواین کانادایی البته خب شما هم کانادایی باشه اینجا ولی شعبه داره. اوه این چه قشنگ. نمیدونم شما مثل من هستین من کلا تو سفر خیلی علاقه‌ای به خرید ندارم. میام مثلا میچرخم وقت آزاد داشته باشم ولی خیلی رو مود خرید کردن نیستم. شماها چطورین؟ آیا شما هم اینجورین یا اصلا میرین سفر که خرید کنین؟ چون یه سری من میشونم واقعا میرن سفر فقط واسه اینکه خرید کنن. من اصلا هلو من امروز کوکوپرام رو حواس الان من این برند برکنستاک این برند مثلا دمپاییاش تو تورنتو دیگه مثلا $200 اینطوراست. الان فکر میکنین یه دمپایی که تو تورنتو زیر 200 این مدلای مختلف داره این که من دارم میگم زیر $200 تورنتو فکر میکنین اینجا چند؟ $450. بعد من تا گفتم چی؟ گفت میدونم اینجا چون وارد میشه و نمیدونم اینجوری و اونجوری رو گرونتره وقتی گرونتری یه چیز 2 برابرم بیشتره اینجا یا خودش خندید که آره مثلا اینجا این گرونه. الان یهو اینجا رو پیدا کردیم بریم بستنی بخوریم ولی این همونیه که دیروز تو بستنی توش خوردیم. بعد یهو دیدیم طبقه بالا از اینام داره گفتیم بریم این دفعه یه چیز دیگر رو امتحان کنیم. واه این چقدر خوشگله. بریم این تو غذا بخوریم. چه سقف قشنگی. به به. اوکی. بریم بستنی بگیریم بعد بریم این تو غذا بخوریم. خیلی خوب. بزنم سوپ داره. من امروز فقط سوپ میتونم بخورم. سوپ هم داره. 2 مدل. اوکی بریم اینجا. الان این خانمه از این کره پسته داد ما امتحان کردیم. واو یعنی مزه پسته میداره قشنگ. الان داریم دیسمان بره دارک چاکش هم خوشمزه بود ولی پستش اصلا عالی بود. روی هم توت فرنگی بگو بریزه میگه میکسش اوکی. خب الان کاسه توت فرنگی کره پسته توش ریخت یکم هم رزبری و خوشگل میکنه روش رو با رزبری و بلکبری و یه چیز هیجان انگیز بهمون میده. من که نمیتونم بخورم به خاطر دندونم نگاه میکنم برای شما تعریف میکنم. یکی دیگه هم میرسه یه ذره نشونش میده رو اونام میرسه. خیلی هیجان انگیز. Thank you. همسرم اون توت فرنگی و رزبری و بلکبری و با کره پسته خورد یه تامزاپ خوبم داد یعنی گفت خیلی خوشمزه است. امروز نمیتونم ولی شاید یه روز دیگه توی مدت که هستیم بیایم دوباره اینجا و اینو امتحانش کنیم چون به نظر میاد چیز خیلی خوبی رو من از دست دادم ولی خب وقت بسیاره برم یه جا پیدا کنم سوپمو بخورم. یه چیزی رو دارم بگم قیمتش همون یه ظرفه $18 شد ولی خب فکر کنم ارزش رو داشت به خاطر کره پسته فکر کنم گرونتر شد. تو تورنتو یه لیوان توت فرنگی با شکلات داغو که میگیری $14 $15 اینا میشه. فکر کنم به خاطر کره پستهش گرونتر شد و واقعا پسته بود یعنی اسانس نبود الکی آتا آشغال نبود دیگه واقعا پسته خورده.
بریم توش. Hola, table for two? Two? English, yes. چقدر اینجا قشنگه. خب غذای من که سوپ عدسه، اینم که استیکشه، استیک فلفل. من استیکو که نمیتونم امتحان کنم ولی سوپو براتون امتحان میکنم. خب بریم سوپو امتحان کنیم. قشنگ عدس و اینا یه چیزی دیگه هم توش داره عجیب غریبه یکم، نمیدونم چیه. بریم. اینه عدسی میمونه، قشنگ انگار دارم عدسی میخورم. وای اتفاقا خیلی وقتم بود عدسی نخوردم. خیلی چسبید، گرم و خوشمزه. به به، جای همگی خالی. استیکش چطوره؟ خوشمزه؟ استیکش هم خیلی خوشمزه است. رستوران خوبی بود، هم خوشگل بود هم غذاش خوب بود. یه نکته جدید در مورد این سوپ رو کشف کردیم. اینا رو می‌بینین تیکای شبیه گوشته، گوش نیست، سوسیس چوریزوه. یعنی یه نوع سوسیسیه که بهش میگن چوریزو و من الان نمیتونم بخورم به خاطر دندونم، ولی همسرم امتحان کرد گفت چه ایده جالبیه که توی سوپ عدس سوسیس چوریزو بریزی، یعنی عدسی رو توش سوسیس چوریزو بریزی. خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. من ازش نخوردم ولی همسرم خورد، گفت خیلی خوشمزه است. باید حتما یه بار خودمون درست کنیم ببینیم، زمانی که من میتونم بخورم درست کنیم. از تورنتو میشه چوریزو خرید، بریزیم توش ببینیم خودمون میتونیم در بیاریم. چون یه اینسپیریشن باشه واسه رسیپی های آینده. همونطور که من دارم اینو میخورم یه سری نکته‌ها یادم میاد که بیام دربارش بهتون بگم. این سوسیس چوریزو که بهتون گفتم در اصل اسپانیاییه. یه سوسیس یکم تنده و خیلی فلیورفوله. اصلا کاراکتریستیکش اینه که تند باشه و فلیورفول. فلیورفول یعنی پر از طعم، پر از مزه باشه. بعد اینو چون انداختن انگار تو این پختن، تمام اون طعم سوسیسه رو داده به این آب عدسیه دال سوپه. من اول فکر کردم شاید آب قلم ریختن توش، ولی هرچی بیشتر دارم میخورم نه اصلا اون انگار به خاطر پختن اون سوسیسه توی این سوپه این هی مزه خودش رو داده به این آب سوپه و واقعا خوشمزه شده. یعنی ببین واقعا خوشمزه شده. اصلا فکر کنم برگردم تورنتو سعی کنم یه رسیپی عین این درست کنم. خیلی خوشم اومد. گفتم این نکته سوسیس چوریزو رو به شما بگم. Thank you. خب این غذایی هم که توی این رستوران خوردیم یه دونه استیک بود با یه دونه سوپ، شد به دلار کانادا $55 که خب استیکش خیلی خوب بود. فکر کنم قیمتش اوکی بود. سوپش فکر کنم بود $13. ما بقیش استیکش بود که ما که راضی، خدا از ما راضی باشه. بریم سمت خونه که دیگه خسته ایم. امروز همش تو دندون پزشکی و فک باز و اینا داشتیم رد می‌شدیم. چقدر استارباکس خوشگله اینجا. داشتم می‌افتادم. خیلی خوشگله. بریم. کلا این خیابونش خیلی خیابونه خوشگل و این منطقه که ما هستیم فکر کنم منطقه خیلی خوبیه، چون که مثلا مشخصه
قیافه هایی که به دزدی بخوره کمتر میبینی، راحت‌تر موبایلتو دستت میگیری. مغازه های ترتمیز و درست حسابی زیاده. ما که از این قسمت شهر خیلی خوشمون اومده. میبینی؟ آدم ها هم ترتمیزن خیلی. اینجا یه کازینو الان، بعد یهو چرخیدیم دیدیم به به عجب چیز قشنگی، پر رستوران، چقدر قشنگ. فردا ما دوباره میام این منطقه. انقدر چیزای قشنگ زیاد داره، یعنی نمیتونی بیایی فقط یه رستوران بری بگی خب دیگه بحثه. این منطقه رو باید چند بار اومد. ما هم که زدیم رو ریلکسی این سفر رو دیگه، فقط حالش رو میبریم. هر جا که این یارو خم شد بوده چرخش کرد تو فیلم من خراب نشه. خیلی قشنگه. چه قشنگ. دقت کردیم من همش میگم چه قشنگ چه قشنگ. واقعا قشنگه. دوست ندارم هی تکرار کنم ولی دست خودم تکرار میشه. من فردا کدوم رستوران رو بیام. وای توش رو نگاه کن. اینجا واقعا واسه دیزاین رستوراناشون و اینا واقعا هزینه میکنن ها. این هم انگار یه شاپینگ مال دیگه است. یا شاید هم همین مغازه هایی که اینجاست چند طبقه است مغازه هاش. شاید برشکا این تو ترکیه معروف بود خیلی، تو ایران هم خیلی یه مدت ازش خرید میکردیم. حالا اصل بود یا نشو نمیدونم. وای چه قشنگه. وای اینجا رو کپری نه کپری خب آخه اینو ببینی برم اون ورتر. خیلی قشنگه. مکزیکی طوریه. موسیقیش انگار موسیقی زنده است. وای چه قشنگ، چه دیتیل قشنگی داره. اون بالا رو ببین. وای چقدر قشنگه. وای من نمیدونم واقعا این زیبایی. استیک هاوس، پرایم استیک هاوس. امیدوارم این زیبایی‌ای که من میبینم تو ویدیو همونقدر قشنگ نشون داده بشه. اینو ایزومی چقدر قشنگ. ال پادرینو اینجا یه پابه. چه خوشگله. من فکر کنم ما هر شب بعد یه دو رستوران خیابونه یه رستورانش انتخاب کنیم. تعداد رستورانی که من خوشم آمد خیلی زیاده. اینجا یه فروشگاه مواد غذایی 24 ساعته است، مثلا ربات تو تورنتو. همه چی داره این آیلاش. اینجا مخصوصا الکترولایت داره. از اینه که
آتش رو برطرف میکنه. اینجا این 7-11 ژاپن میمونه یه جورایی. حتی قابل مقایسه نیست ولی 7-11 فکر کنم کلمبیاست مثلا. چه همه چی ساندویچ و پنیر و سوسیس و کالباس و نوشیدنی های مختلف. داریم 2 تا از اینا میخریم. یاش بخیر تو ایران چقدر از اون قهوه آماده ها میخوریم. یکی با طعم موکا، کاپاچینوی موکا، یکی هم کاپاچینوی کلاسیک. بریم بریزیم ببینیم اون مال اینا چطوره. آثار زلزله تو شهری که خیلی زلزله قوی تر بوده. ما چه شانسی آوردیم.